سلام به همه، وقت بخیر. با آکادمی آموزش زبان انگلیسی استاد انصاری خیلی خوش اومدید. با قسمت ششم پکیج آموزشی در خدمتتون هستیم که توی این قسمت قرار هستش در رابطه با نحوه سوالی کردن جملات تو بی با هم دیگه صحبت بکنیم. توی 5 تا ویدیوی قبلی نحوه منفی کردن، نحوه قرارگیری جملات تو بی در جمله رو خدمتتون توضیح دادم. آیدی پیج رو تگ کردم. خوشحال میشم که پیش از اینکه این ویدیو رو ببینید به 5 تا ویدیوی قبلی سر بزنید. نحوه سوالی کردن جملات تو بی. برای سوالی کردن جملات تو بی نیاز هستش که جای افعال کمکی ام، ایز، آر رو با فاعل با همدیگه عوض بکنیم. ما توی ویدیوهای قبلی من خدمتتون توضیح دادم که ساختار جملات در واقع تو بی فاعل به علاوه فعل هستش. فاعل مثلا میشه آی، فعل میشه ام. برای ساختاری که حالا جمله سوالی داره ما باید بیایم جای فاعل و فعل رو با همدیگه عوض بکنیم. به چه صورت؟ در واقع این ام باید به اول جمله بیاد و آی به جای فعل استفاده بشه. توی مثال ها من خدمتتون توضیح دادم. He is a doctor. او دکتر است. Is he a doctor? آیا او دکتر است؟ در واقع اینجا توی جمله اول فاعل اومده که در واقع he هستش و فعل ما که is هستش. بر طبق چیزی که بالا خدمتتون توضیح دادم گفتیم ما باید جای فعل و فاعل رو با هم دیگه عوض بکنیم. اینجا is اومده اول جمله و he اومده جای is. به همین صورت هستش که ما جمله رو میتونیم سوالی بکنیم. برای اینکه جمله ما منفی هم بشه، در واقع جمله سوالی منفی داشته باشیم، ما این جمله رو مثلا میخوایم بگیم آیا او دکتر نیست؟ Isn't he a doctor؟ یا is not he a doctor؟ در واقع اون ناتی که توی ویدیوی قبلی خدمتتون توضیح دادم رو بر طبق چیزی که یاد گرفتیم به ایز اضافه میکنیم و ایز رو میاریم اول جمله. این نکته اینجا هستش، برای سوالی کردن جملات باید به فاعلشون دقت بکنیم. توی مثال من خوشحال هستم. I am happy. شما یه شرایطی هستش طرف مقابلتون داره به شما میگه من خوشحال هستم. زمانی که شما میخواید ازش این سوال رو بپرسید باید بیاید فاعلتون رو عوض بکنید. آیا تو خوشحال هستی؟ Are you happy؟ در واقع این I به you تبدیل میشه are you happy و جمله ما به این صورت سوالی میشه. پس شما توی این بخش، توی هر بخشی که بخواید جمله‌ای که فعل تو بی داره رو به سوالی تبدیل بکنید حتما باید به فاعلتون دقت بکنید. و اینکه آیدی پیج رو خدمتتون تگ کردم. خوشحال میشم که با ما همراه باشید. هر سوالی هم داشتید دایرکت در خدمتیم.